برای تخم مرغ شکستن، اولیه تخم مرغ که باید نگاه کنیم کاملا سالم باشه، ترک نداشته باشه. دور سر کسی که چشم خورده تابش میدیم، بالا و پایینش رو چیزی نباید بنویسیم. اینجا اسم کسایی که دیدنش رو علامت میزنیم دونه دونه، مثلا برادر، خواهر، پدر، مادر، همسایه، فامیل، دوست، آشنا، شنبه‌زا، یک شنبه‌زا، دو شنبه‌زا، سه شنبه‌زا، چهار شنبه‌زا، پنج شنبه‌زا، جمعه‌زا، دیو، پریزاد، جن، حالا هر چیزی که به ذهنتون میرسه اینجا روی این علامت میزنیم. دو تا سکه لازم داریم که بالا و پایینش میذاریم و یه پلاستیک. حالا اینو توی پلاستیک دستمون میگیریم، دو طرف سکه رو میذاریم، با دو دست میگیریمش. اسم اینایی که روش کشیدیم رو دونه دونه دوباره صدا میزنیم و فشار میدیم. توی دلمون بلند نباید بگیم. فشار میدیم. مثلا برادرمون، خواهرمون، هر کسی که دیدتمون، یه فشار خیلی جزئی. یعنی فشاری که به هر اسمی که میگیم برای این تخم مرغ فشار میاریم باید یکسان باشه. اسما رو دونه دونه میگیم، اینجوری فشار میدیم. اگر چشم خورده باشه روی همون شخصی که چشمش زده میشکنه. اینجوری. بعد که شکست، این دوتا رو برای صدقه کنار میذاریم. یه مقدار از این تخم مرغ رو به شکم، کف پا، کف دست و روی پیشونی شخصی که چشم خورده میزنیم.